شهر وردت کنسولتانت‌های بهترین ممکن ما میدونیم که بازی همه در این زال نستایش لیدرها جمع شده لیدرهایی که میخوان که زندگیشون عوض کنه زندگیشون بهتر و خوشتر کنه برای شما یکی از موفق‌ترین سپیکرهای شهر دوشنبه یکی از موفق‌ترین پسرانی که فخر ما هستند در لایحه ما عبدالزاده فیروز دعوت جون در نفس ما است جون در بدن ما است همه چیز در این زندگی می شود مهم و یکی شما می فکر کنه در کدام طرف نفرالیت میکنید مثلا بینید بعضی از آدمایی هست که و یا فکرشون دویم نگاتیوی است ای مرا آدمو پیشنهاد قبول نکردستن ای بیزنس برای من نیست ای من نتونستم این نمیشود این کار برای من نیست همین میگم بعضی آدمو و یا دویم فکرشون نگاتیوی است با بعضی آدمایی هست که چی و یا همین قدر مهنت میکنن همین قدر مثال سرعت میکنن همون قدر آدمو را که و یا مثال ادکاس کردن و یا چیکار میکنن شکر میکنن ببینید مشکلی ها شما را برای موفق شدن آماده میکنن کاری آسان میگه گپ زد 40 راه آسان ما آدمو را دعوت کنیم جلب کنیم اینا ببینید اگر شما خواهید که آدمو را جلب کنید شما باید که اولین درجه اینترسی باشید آدمو با آدمو این اینترسی محدود نیست اینا ببینید آز اینا نگاه کنید دیگران فرق واز یک مثالتون میبیارم یک مثالتون میبیارم که شما را فهمو شود مثلا چین اکای مرودالی این اکای مرودالی ایکمند شما هستی هم کسی چه باید یک از کی ایکمند اکای مرودالی دست شما دارم افای ما بگیم خیلی بخیر افای ما بگیم بیا افای ما بگیم شینه دبایی انا بینید نه چای ما افای ما بگیم شما با همین اکای مرودالی طرز سخن راندنش طرز رفتارش طرز معاملش همراه شما قدیم شما در پسند هسته معقول هسته آن نگاه کنید در این بیزنس آدما به طرف ما جلب میشوند میدونید در کدام حالت با دقت گوش کنید ببینید ما و شما کی را دوست می‌داریم کدام نمودی آدم را دوست می‌داریم انا همون شخصیتی را ما دوست می‌داریم که هنگامی که وای در پیش ما هست هنگامی که وای آدم در پیش ما هست ما در پیش وای آدم خودمون خوب حس می‌کنیم راحت حس می‌کنیم خودمون را уважать می‌کنیم وای آدم ما را заставляет می‌کنه که ما در خودمون باوریمون زیاد شود ما خودمون را دوست بداریم ما خودمون را уважать کنیم همدیسه انا همین حالت در وای آدم شما را جلب می‌شود دیگه به شما نمیتونم شما اگر این بیزنس هم بر دیگه جراید عادی شما میرود همدیسه برای چی برای کی وای آدم با بیزنس اینترس نیست وای آدم با شما اینترس نیست وای با خاطر شما любой کار آدم این بیزنس просто برای پول برای پروداکت برای دیگه چیزا نمیان آدم این بیزنس نمیان ای پشتی کی ای پشتی شما میبینن شما باید که مگنیت باشید همدیسه حالا اگر شما خواهید دید شخصیت شمید که همین آدم پیش شما اومد خودش احترام کند خودش دوست بدارد میدانی که چی کردن تو شما باید که اولین درجه خودتون شخصیت خودتون دوست دارید احترام کنید عشق پیدا می شود همین عشق حقیقی پیدا می شود اولین درجه از شخصیت خودتون اگر شما خودتون دوست ندارید خودتون احترام نکنید با خودتون خوب معامله نکنید یگان وقت در دیگر اطرافیانتون عشق محبت معامله احترام بودن نمی‌کنید اما برای همین اولین درجه شخصیت خودتون را دوست دارید وقتی که شما خودتون را دوست می‌دارید همین گرمی را دیگر کس دادن می‌تونید چیزی که نباشد باید تجربه رو بگید فرقی باید
Tamam, rahmat şurada. Aslında şahsiyeti bugün ben bizim oğlumdan. Yakın şahsiyet şmeğe ki hiç vakit da çarşımı konsultantı şunu bağlayabilir. Ey muhire bir saat başı tutuna, bir saat başı tutuna, panjur başı tutuna bağlamak formasyon masası sonra kapı. Ne? Hiç vakit da çarşımı konsultantı şunu bağlayabilir. Duyum koyda. Ama var da her odamdaki komanda şunu mediyor. Yak hislat racüye ki vay odama ayıktı dide bultar koydu. Yagona muşkile gideyi biz espeş şumora me kapattın ama bakın peşteriklerde. İn gordisi şumora. Gordisi şumora mekşa. Takabburi şumora. Hiç vakt takabbur naşe. Hiç vakt bacı yagon kas kurosavat naklet ki ikiye kırışmaya bu biz eskrim davat mekardan. Ne? Hamara davat kine. Vay odam ki şumo fikr meknet ki vay nametuna. Vay ay şumo da mümkün biz insan peşteriklerde. Baroy amin hamara davat kine. Duyum çi bidas? در هر یک آدمی کماندتون یک خصلت رایو بید که وای آیختون دیده بهتر خوبتر داره. تا شما آدم آیختون دیده بهتر خوبتر میدونه وای خوبتر قدش معامله میکنه خوبتر دوستش میداره خوبتر رفتار میکنه. سیوم در چشم هر یک کنسولتانت کماندتون یک شخصیتی بزرگ ببینید و وای برای انجام دادن کارهای بزرگ راهنمایی کنید. تمام؟ ana همین این فعله که بیو شارژ بگذاره یا بیو قدر کنه این فعل نه شما وقتی که آدم دعوت میکنید همین لوبای آدمی که دعوت میکنید تو در چشم آدم شما باید که مقصدی خودتون بزنید چه مقصد که ما زمین آدم دعوت میکنم وای توسط یادم ما زندگی شای باز میکنم مادری مهربان مون مادری بزرگ مون اپای چینوس با اپای فریزه مادرشون وای رو میگیم که وای رکروتوری بهترین یعنی بس بوی های любой جناب 5-6 پسر بیزنس میکنن وای ما پرسیدم که چیکار میکنید شما که رئیس میرید آدمو هم پیشنهاد شما قبول میکنن اگر نه آفلاین بدونید پین آدم جلب کردن وای میگه که ما پیش اون که پیش آدم برام ما دعا میکنم که خداوند باز ما بیرون اومدستم یا یک بار رفتم خداوند تو ما در همون آدمای رابطه که ولی نیاز دارن که توسط این شرکت زندگیشون ایواز کنن وای آدمایی که بیزنس میکنن ولی در کار نیستن ما در آدمایی رابطه که ولی نیاز دارن که زندگیشون ایواز کنن هر یک شخصی که در این بیزنس در کماندتون حداقل یک آدم هست که در کماندش یک آدم داره یک آدم بالا داره که در کماندش یک آدم بالا داره یک آدم دو آدم 10 آدم 20 آدم یک آدم بالا دست بردارید دست کلامی که داره دست برداره شما هر یک همین شخصیتایی که همینجا با دست برداشتید شما علاقه مسئولیت دارید علاقه این آدم‌ها شما گفته اینجا اومدگی هستید شما هیچ وقت باید که دعوت نکنید شما دعوت نکنید ولی آدم چی میشود خانه‌اش رو افتاده میشود وای شما گفته اینجا اومده وای دستیمو شما یک شخصی ودخنوی تیلا دیده که شما باید راهنمایی میکنید در این بیزنس سوی بیاد چی میشود زندگی چه عوض میکنه اگر شما خودتون موتیواسیون ندارید شما خودتون دل مونده اید وای آدم اینجا شما موتیواسیون میکنید برای همین همه وقت خرسند کنید خوشحال کنید موتیواسیون کنید شخصیت خودتون اگر شما خودتون همین حالت رو در خودتون جایگیر هستید داره شما دیگران را دادن بکنید ببینید یگانه شخصیتی که در این زندگی با شما هستید هنگامی که شما گریه میکنید هنگامی که شما میخندید هنگامی که شما شکست میخورید هنگامی که شما از خودتون بر میخیزید هنگامی که شما تنهایید هنگامی که با شما بسیار آدم‌ها هستند یک شخصیت فقط از شما هستید که این شخصیت خود شما هستید هیچگاه مقصدتون رو نفروشید هنگامی که هر یک شما به دنیا اومده تمامی آدمایی که در گیج و اطراف شما بودن شما را با آغوش گرفته خوشبخت بودن خرسند بودن میخندیدن لیکن شما نگریستید کار کنید زندگی کنید که هنگامی از دنیا رفتنتون شما خندون خوشبخت باشید و آدمایی که شما را از دست دادن سخت بگیرید که چنین شخصیتی بزرگ مثل شما را از دست دادن انا همین که میسیای کلان مونید از زندگیتون که وای آدمایی که پیش شما اومدگن وای را تنبلی نکنید همه وقت ایهاشون بخبر شید همه وقت وای را دستگیری کنید همه وقت وای را دوست دارید وای را نمیتونن کردن با دستگیریشون کنید با نمیتونن کردن با دستگیریشون کنید
настоящий лидер никогда не ругается в команду. Никогда. Hiç vakt командasına canına